ادیسون که بود و چگونه توانست مسیر تاریخ بشر را تغییر دهد؟ تاماس آلوا ادیسون یکی از بزرگترین مخترعان تاریخ بود. مردی که با اختراعاتش دنیای ما را روشن‌تر کرد. او در سال 1847 در اوهایوی آمریکا به دنیا آمد. در کودکی کنجکاو، پر انرژی و متفاوت بود. اما مدرسه او را کندذهن می‌دانست و از کلاس اخراجش کرد. روزی نامه‌ای از مدرسه آورد. مادرش آن را خواند و گفت: پسر شما نابغه است. مدرسه برای آموزش او کافی نیست. خودم به او درس می‌دهم. سالها بعد ادیسون فهمید که در آن نامه نوشته شده بود: پسر شما کودن است. اجازه حضور در مدرسه ندارد. اما همان عشق و ایمان مادر مسیر زندگیش را تغییر داد. ادیسون بیشتر دانشش را خودش آموخت، با آزمایش، مطالعه و تجربه. در نوجوانی فروشنده ساده‌ای در قطار بود، اما ذهنش دنبال اختراع بود. اولین موفقیت بزرگش دستگاه ضبط صدا بود و بزرگترین اختراعش لامپ برقی، چیزی فراتر از روشنایی. او سیستم کامل برق رسانی شهری را ساخت و بنیانگذار شرکت جنرال الکتریک شد. در طول زندگیش بیش از 1000 اختراع ثبت کرد، از گرامافون گرفته تا دوربین فیلم برداری. ادیسون می گفت: نبوغ 1% الهام است و 99% تلاش. او در سال 1931 درگذشت، اما نوری که به جهان بخشید هنوز خاموش نشده است. لایک ویدیو رو فراموش نکنید و برای تماشای ویدیوهای قبلی وارد پیج ما شید.